بدن من، خانه من، درون من، صحنه من. سلام، من مسلم خراسانی، نویسنده و کارگردان تئاتر هستم و قراره که به زودی یک کارگاه ویژه برای پرورش هنرمند تئاتری برای هنرجویان 16 تا 23 سال رو معرفی و افتتاح کنم. این کارگاه در یک همایش 2 روزه در روزهای 8 و 15 شهریور 1404 در مجموعه تئاتر لبخند برگزار میشه. من توی این همایش لابلای 10 قطعه کوتاه نمایشی که با همراهی هنرجویان این رده سنی خلق و آماده اجرا شده، شیوه خاص خودم رو برای پرورش بازیگر و هنرمند تئاتری معرفی میکنم و در پایان همایش شما هنرجویان عزیز فرصت دارین که برای حضور در این کارگاه ثبت نام کنید. فراموش نکنید شرط ثبت نام در این کارگاه حضور در یکی از روزهای همایشه. اگه به بازیگری، نویسندگی و کارگردانی به طور همزمان علاقه دارین و دوست دارین با عناصر مختلف نمایشی آشنا بشین و مهمتر از اون تجربه عملی اجرا در تماشاخانه رو داشته باشین و در کمترین زمان ممکن بدون اتلاف وقت و انرژی بتونین استعدادها و توانایی‌های خودتون رو کشف کنید، پیشنهاد میکنم که این کارگاه رو از دست ندید. راستی کوچکترین اطلاعات، ریزترین اطلاعات راجع به عنوان این کارگاه، راجع به شیوه برگزاری این کارگاه و همچنین ثبت نام و حضور شما در همایش طی روزهای آینده به آرامترین شکل ممکن از طریق این صفحه و پیج مربوط به همایش ما در اختیار شما قرار میگیره. ما رو فراموش نکنید و به هنرجویان و علاقمندان رده سنی خودتون معرفی کنید.